ساعت 8 است و خورشید هنوزم طلوع نکرده است. خوب عادی است چون ساعت غلط شده است. ساعت 10 است، چرا خورشید طلوع نمیکند؟ من چی میدونم، خوب ساعت غلط شده است. ساعت 12 شد، خورشید هنوز هم طلوع نکرده است. صبر کن، ناسا در فیسبوک میگوید که خورشید طلوع کرده است اما از سمت غرب. ببینم این گونه است. بله، شرکت ناسا این گونه میگوید. قرآن را هم به من ده بینم. صحیفه قرآن خلیق شد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون